دهانت رو میکشایم، اما اگر دهانت رو کشایم باز سر میکنی. من حاضر چی گفتم ها؟ با من چی شده؟ اینها کجا شدند؟ راضی هستی رانا جان؟ اگر باشی دهانت رو میکشایم. خدایا نجیب سردار زنگ میزند. لبای سردارم. مهندو در کجایی؟ چیز سردارم، از رانا خبری گرفتم، او را کفت و کوب کرده ایستادم. یگان معلومات هست؟ انشالله که رانا رو میابم سردارم. ما با عملیات میرویم و ما خبر اومد که علیه وزیر داخله سوء میکنن. کارات که تمام شد تیز و عبادت خانه علویان که در کدیکای میباشد بیا. مایلش سردارم خوب شده است، کارم که تمام شد میایم. با من گوش کن. تو با چی کار مشغولی ها؟ با فکرم اکای نجیب نمیدونن که تو در اینجایی. همین خیلی با من مینه‌داری میکنی. چرا با اکای نجیب نگفتی که رانا رو یافتم؟ موضوع دراز است، بعد میفهمونم. حالا باید رویم. آخر با من حاضر فهمون. مرا چی خیلی یافته؟ صدای قلبم رو گوش کردم. خدایا خیلی خنده آور. رانا در حقیقت خوب استی. راستش خیلی ترسیدم. امیدم رو کنده بودم. قریب بود که مرا میکشت. نگران نشو، تا وقتی که من هستم به خواست خدا با تو یگان کار نمیشود. بیا رویم. یک دقیقه ایستا. چی شد؟ در اینجا باید یک آدم باشد. وقتی که به درون در اومده بودم او رو بیهوش کردم. پس یا کجا شد؟ خدایا. رانا تو به درون درو. زودتر. جناب خوش آمدید. ما انتظار شما بودیم. خوش باشید. خدا نگهبانتان باشد. بسیار هم غمگینم و شما وعده میدم که جنایتکاران را حتما دستگیر میکنیم. التماس همیشه با اندیشه باشید. اکا وضعیت چی خیل؟ باید با یاریمان آیند. راه را کشاید، من پلیسم. ببخشید آقای مأمور، ماشینمان ویران شد. انتظار یاری میباشیم. ممدو خیز! ممدو! بیهوده داد نزن، تو را نمیشنود. آرام اسکنی. دف شو! من از تو نمیترسم. ممدو! آفرین ممدو! زن! بازم! سختر زن ممدو زن! آخر یک بار دیگر زنم این آدم میمورد. رفتیم زودتر. آنها رو نمیبریم. نگران نباش میگیریم. و همه معلوم که این یک فتنه انگیزی می باشد. عیناً همین خیل حادثه ها را پیش در مدمک، در محله گزی، در چهارم، در دیهات بشمگلر و در قهرمان مرش هم کرده بودند. این را خوب دانید که ما فریفته این نقشه های آنها نمی شویم. آنها هرگز موفق نمی شوند که بین ترک و کرد و سنی و علوی جنگ اندازند. چخیلی که می دانید 30 سال شد که نقشه های آنها چنین نباشد، اما آنها دیگر در این سرزمین تماشابین این عملها نخواهد شد. اجازه دید بخشش اجازه داده نمیتوانیم. التماس اجازه دید. تشکر گویم. امک نگفتیم اولو باشد بروید. کار یافته بود اجازه دید گذرم. التماس از اینجا دور شود، مرا مجبور نکنید. التماس استید، التماس را دید. تنها یک بار تشکر میگویم. به شما میگویم از اینجا روید. مرا سر دهید.
تستر ثابت، تستر ران، وقتمان کم است. ثابت. نگران نباش، میرسیم. به خدا من حیرانم که چرا تو اینقدر آرامی. وزیر را که نجات دادیم، آن نابکو را پاره پاره میکنیم. ثابت، تو گاز را زیر کن، گاز را. میفهمی؟ نجیب سردار چیکار کرده باشده؟ این ای کاری اماد، کرده از این اتون جور ای روه. بس برادر. نه نمیشود، اجازت نمیدیم. چند بار گویم از این جور روه. کار یافت. با شما میگویم روه. رفیقان التماس کسی روه. راهی خلق رو نگیرید. بگذار صحبت کنن. آی بر شما و تنها تشکر رفیقان. گفتن میخواستم. رفیقان شما کیستید؟ من پلیسم. تستر آقای وزیر از اینجا دفت رفیقان کنید. این چی گپ است؟ گذارم در آنجا اجازت دید امضا گذارم. برای چیست؟ جناب یک آدم کمی نامعقولی کرد. مانه به نظرم آید. چی دردی دارد فهماند؟ چی شما ما را در همه جا همین خیل معرفی میکنید؟ بیاید امک چی دردی دارید؟ گپ زنید. خدا از شما راضی باشد وزیرم. تشکر با شما این وزیرم. کار و شما ناممکن چیزی است. که گفتم آن را اجرا کنید. گپ زنید. خبر آمد که حیات وزیر در خطر است. مرگ با آنهایی که علویان را با سونی ها یکجا میکند. وزیر را محافظت کسی که کنه. جنگ با امام علویان میکند. آفرین به دختری زیبای من. کنی بیا با ماشینمون سوار شویم؟ بابا جان امروز به کینو میرویم؟ با کجایی که خواهی دخترم میرویم. کنی رفتیم. بابا کلاهم رو فراموش کردم. هیچ گپ نه، زود باش، دیر میمونیم. کلاهی دوست داشتم بود. من خنک میخورم. مایلش من میبیارم جناب. بنا بیره ها گپ فهمانده نمیشود. وزیر را حمایت کنید. وزیر را حمایت کنید. زودتر. ایستید. تیز کار باشید. نکنید. وزیر را حفظ کنید. احتیاط کنید. حفظ کنید وزیر را. زودتر. یک طرف ایستید. تیز باشید. گپ هست. یک طرف ایستید. تو کیستی؟ خونی هرم تا در زمینه میمانیم. مایلاش فهمیدم در قفایم ایستید وزیرم. دعوت قاتل وزیر قاتل. من تو میترسم. گریز دخترم. با دقت باشید. بابا مرا خلاص کنید. بابا من میترسم. حرکت نکنید. این کودک را بکشم. بابا خوب هستی؟ مشکلات نداری؟ خوبم آقای وزیر. شما چل دارید؟ تو به من فهمان که برای چی این خیل شد؟ به ما خبر دادن. خبر سوی قصد. شکر خدا که رسیدیم. جناب وزیر سلامت باشید. یگان سخن نمیگویید؟ رفیقان خودتان همش را دیدید. یگان جای سخن گفتن نیست. اجازه دید اول همش را معین کرده فهمیم پس خبر میدیم. کودک رو سرده، نباشد در سر تیر میخوری. خودت سلاحت را پرتا. نباشد این کودک را پاره میکنم. این طرف گذارید. گفتم کو. سلاحتون را پرتایید. نبرم رو سرته. و شما میگویم پرتایید. نزدیک نشو. آرام باش میگویم. تمام آرام باش. گذر. اینجا گذر. میکشم. یگان که تیر نپراند. با شما میگویم. اخی برد. گفتم که یگان که تیر نپراند. نزدیک نیایید. التماس نبرم را آزاد کن. آخر او کودک است. سرده. اگر خواهی مرا گیر. اگر کودک را رها کنی به تو ضرری نمیرسد. من به تو وعده میدهم. من کفیلم. نبرم را سرده. وزیر تو کی را فریب میدهی؟ کری را دهد. پسرم او را آزاد کن و تو وعده میدیم که یگان ضرر نمیرسوند. از تو دعواگر هم نمیشوم. با یگان جای گریختن نمیتوانی. آهسته سلاحت را گذار. کودک را باشد آزاد کن. حالا همین طور از پرانید مرا. سلاحت رو پرتا. تو کاردار نشو. یک طرفی است. انا دیدید کودک را هم میکشم. همه به قفا. او را میکشم. نشونمید. رحم نکرده بپرانم. دخترم را سردی. هر جایتان ایستید. مایلش دخترم در آن جایی.
آروم شو میگویم آروم حرکت نکنید نپرانم نزدیک نآید در جایتون ایستید آروم شو به کجا میروی آروم شو خفا روید و شما میگویم خفا روید پسرم با آتش بازی میکنی این کارو نکن نبرم را سرده از اینجا روید میگویم روید شما نمیشونید دخترم سیلا دارد مبادا دختر جمعان رو پدرت را بکشم پسرم التماس به خدای خفا روید و شما میگویم نزدیک نآیید سلاحتان را پرتایید سلاحایتان را پرتایید و شما میگویم سلاحایتان را پرتایید از پسی من نآیید من به شما میگویم پرتایید کسی نزدیک آید میپرانم و درون درا زودتر درا جاری میکنم نبرم را آزاد کن اگر مرا تعقیب کنید دخترک را بکشم بابا جان با این سو زودتر ثابت پدر جان خودتون را بدست پدر جان یاری تاجیلی تیغ زنید چی شد پدر جان آروم شوید پدر جان نفس کشید شما چی شد پدر جان این را خوب دانسته گیرید تا زمانی که مثل نجیب سردار فداییان وطن موجودند و آمادند که جان خود را برای این سرزمین فدا کنند یگان قوه شر به مقصدش نمیرسد قوه یگان کس برای نیست کردن این بشر دوستی نمیرسد و صلح و آسایش در شرق و غرب این سرزمین جاویدانه میماند علاوه بر این به این بدخواهان گفتنیم که جانی که الله داده است غیر از خودی او کسی آن را گرفته نجیب این را از کجا فهمید؟ رفیقان برای گوش کردنتان تشکر. چی شد؟ یگان پیشروی هست؟ هست اما خبر است که نمیخواهیم او را شنویم آقای پیکاس. نجیب سوءقصد علیه وزیر را پیشگیری کرده است. چه خیر شد؟ وقتی که تو اینقدر بی‌قابلیت شدی همه ای کار رخ میده جناب پیکاس. گریه نکنید دخترک خاموش باش داغن کارا ویران کرد. تو چیکار کردی مجید؟ ناگهان دو کس از پیشم برآمد همه کارها برباد رفت. حالا در کجایی؟ نادره وزیر همراه هم هست میگریزم. مجید هم موفق نشده است گریخته ایستاده است. ها مجید گریخت رو ماچه بیار. یک کسی دیگر بود آن چیکار کرده باشد؟ از او یگون خبری نیست. چی گپ خودش پیکاس چی گپ؟ این چی نوبکاری است؟ یگان کارمان خوب نمی رود حتما یگان کمبودی می شود. این چندون بار است که پیش راه همان را می گیرد. رفته یاب کلش را پیشم بیار نباشد آتش غضبم همتان را می سوزاند. جناب عیب پیکاس چیست؟ تو خاموش باش با تو گپ نمیزنم. یگان کس از تو گپ پرسید تو فقط یک لخته که هستی که در تئاتر بازی میکند. از حد نگذران و دمت را گیر. در غضب نشوید حضرت پیسگار خشمگین نشوید. شما اگر زیق شوید ما هم زیق میشویم. همین نه آقای حضران آقای سوها آنا در آنجای گاز را زیر کن ثابت گاز را زیر کن زودتر. ثابت از اینجا به طرف راست گرد. با کجا؟ از پیشش میبرایم به طرف راست گرد. اینها با کجا رفتند؟ و فکرم خلاص شدیم.
تسلیم شو. من رو خلاص کنید. نزدیک نشوید. اگر کودک مونک شما گناهکار میشوید. زود به ماشینتان سوار شوید. تستر با ماشینتان سوار شوید. کودک را سرده. سر نمیدهم. ثابت. با ماشین سوار شو. شیرین. مهلش. من شما را نقد میدانم. روید. کی بودنش را نمیدانم. با ماشین سوار شده گریخته رفت. به کدام طرف رفت؟ حملگر رو دیدید؟ دیدم. به این طرف رفت. از قفایش 2 کس رفت. نمیشناسم آنها را. التماس دخترم را یابید آقای مدیر. نگران نباشد. انشالله میابیم. یگان جای نمیگذارد. التماس یک طرف ایستید. لطفاً خفا ایستید رفیقان. کمی کمتر خفا ایستید. سلام مدیر. سلام. نجیب سردار نبیره آقای وزیر را بودند. میخواهم که تو به این کار سر و کار گیری. همه را خبر دادیم کافته استادند. تو با آدم هایت کار را سر کنید. آقای وزیر شخص حملگر را دیده است جناب؟ دیده است. از خفایش 2 نفر رفت. با اجازت شما با آقای وزیر صحبت کنم؟ البته. سلام. خداوند مدد کند آقای وزیر. تشکر. 2 نفری که از پای حملگر رفتند. آنها چقدر بودند؟ یک تاش قد دراز بوده، موی لب داشت. دیگری تقریبا 30 ساله بود. تشکر. ثابت او به کجا خواهید زد؟ نمیدونم. شاید در همین جاها باشد. انیق در همین جاهاست. لبای سردارم. در کجایید؟ در بیرونم. کمی مشغول هستم. چیکار و از پایی که بودنتان رو میدانم. در حال با من بگو در کجا میباشید؟ حالا گپ زدن نمیتوانم. باید خاموش کنم نجیب سردار. نه. سرده میگویم. سبیل ماند این قلف. کشو. کاری کرده این پلید را یافتن در کار. ثابت زودتر. صدای تیر از این طرف آمد. به همون طرف رفتیم. سرده مرا سرده. دمتر گیر. اگر من همین خیل جکیدن گیری بابرت را نمیبینی. فهمیدی؟ در رو ببین. قلفش رو شکستند. وقتی که کارمان رو تمام کردیم با ماشینچه های باغ سوار میشویم. چندین سال شد که با باغ نرفتم. من این خیل ماشینچه های به هم زننده را دوست نمیدارم. از همه خوبش میدانی چیست؟ از همه خوبش از پای بالدار. چی؟ شوخی میکنی؟ نه جدیم. هیچ کداممان از مادر دیوانه تولد نشده ایم. بیا آن نابکار را یابیم. رفته امروز زودتر یابیم. بعد او را با دروازه گذاشته ضربه جریمه وی میزنیم. تماشابینان گرامی، حادثه های عجیب شده ایستاده است. پس از پیشگیری سوی قصد علیه وزیر کارهای داخلی، باز یک پیشگیری سوی قصد علیه وزیر خارجی شده است. کارمندان امنیت شخصی حملگر را کافته ایستادند. رزالت! اکنون ما مردیم، نزد شدیم. من به بالا چی میگویم؟
ببینم که خبرهایی که من تماشا کرده ایستادم تو هم تماشا داری پسر. بله تماشا دارم. بازم اینقدر مددی کرده اما نتیجهش مگر چنین نشد. قوه های ضدی ما بوده آخرین میخچه های تابوت ما را زده ایستاده باز به پروایانه ما را به جنازه دعوت کرده ایستادند. فرصت بود که چگونه بودن ارکن کاندو را به آنها نشان داده. این سه وزیری که از حد گذراندن نابود کردن لازم بود. آیا قوه هایی که به آنها باوری داشتیم از باوری برآمدند پسگار؟ مطمئن باشد که همش را برقرار میکنیم. انجمن بزرگ سوی قصد علیه سردار کردان و سردار حزب ملتچان را بعد تحقیقات و استراتژی دور و دراز به راه گذاشته بود. نقشه سوی قصد علیه وزیر کارهای داخلی، کارهای خارجی و اقتصادی را هم با دستگیری و قرار دوستان خارجی داده بود. باید این را فهمی که بعد هر یک عملیاتی که تو و آدم‌های تو موفق نمی‌شوند باوری و قدر انجمن بزرگ در نزد دوستانش پس بشود. نقشه ها را عاید امنیت این کشور که انجمن بزرگ تیار کرده است تو و آدم‌های تو که سبب ناموفقیت اینها شده اید هرگز خاموش ایستاده تماشابین نمی‌شوید. میفهمم شما حق هستید. به شما وعده میدهم که این کار انجام یابد. اکنون دیر شد. نقشه های سه اسرار را نمیگذاریم که این خیل تارومار شود. برای عملیات های نو از من منتظر خبر باش. جناب التجا میکنم آرام شوید. خودتون را به دست گیرید. آقای پیشگار همه کارهای جهان را درست. در حال برا این کار را که برباد داده است او را حتما یافته بیار. در حال به همه خبر ده. همه طرف آماده شوید. زودتر شوید. اطاعت جناب. اگر آوازت را برای دیگر بابایت را نمیبینی مرا فهمیدی؟ در وقتش زنگ زدی. مجید در کجایی؟ در باغ باستانچی هم. دو کس از پیم می آیند. پلیس ها؟ و پلیس مانند نیستند. من تخمینا میدانم که آنها کیستند. تو مرا در آنجا انتظار شو. آمده تو را میگیرم. زود باشید. راست به باغ باستانچی می رویم. با گمانم که یگید با صابی در آنجایند. با دقت باید شویم. حالا که پلیس پای آنها را گم کرده است و همه آرام می باشند آنها را یافته کارشان را تمام می کنیم. فهمیدی؟ آوازت را نبرار. این حریفان از کجا پیدا شدند؟ یکی نباید ایخی رو شد کردیم. کجا گم شد این نابکار؟ گوش کن. گودک رامان از پایت تعقیب نمی کنی. من با تو وعده میدیم. وعده میدیم با بیرون برو. ولی راهی حل رو میابیم. نبرآمد. پس میپرانیمش. با تو وعده میدیم. برا گفتم. برا. تا آمدن پیکس صبر کن مجید. انا بین ماشین وزیر به سردارم خبر ده. خوب شد است که حاضر خبر میدهم. سردار آمد. سردار همین ماشین وزیر است. تمام. یاری علاوه طلب کنید. اطاعت سردار. هم اگر در این نزدیکی باید باشد. در اینجا کسی نیست سردارم. کارتوکاو را ادامه دهید. اطاعت. در اینجا چی گپ است؟ چه خیلی به اینجا در آمدید؟ رفیقان شما کیستید؟
صبح خیر. ببخشید که شما را بیدار کردیم. یک صدا شنیدم اما همه چراغ ها را درحال فروزان کن. چراغ را برای چی؟ برای آن که در تاریکی پرانده نمیتوانیم. مایلش یگید او اینجاست. ثابت اینها کجا گم شدند؟ نزدیک نشوید. نباشد کودکان بپرانم. مرا بشنوید. نزدیک نشوید. رفته بینید. یگید ثابت مجید کسی که باشد همش را کشید. کودک رو چی؟ او را هم همه را کشید. چی جانداره که باشد کشید. روید. اطاعت جناب. در کجایی گیت؟ چرا به من خبر نمیدهی؟ تلفنتان را تعقیب کرده ایستاده ایم تا یافتنمان وقت میگذرد. او بیار. نیافتی ثابت؟ نیافتم. خدایا حاضر به آن طرف میگریخت. من یگان کس را ندیدم یگید. خدایا توبه. بیا تیزترین نوبک رو یابیم. نباشد همین زمان پلیس می آید. زودتر باش. دمت را گیر. خاموش. و تو بگیر. دمت را گیر. کن اینجا بیا. در اینجا آدمی رو با کودک دیدی یا نه؟ نه لیکن دو نفر سلاح به دستان رو دیدم. معلوم که یگید با ثابت آمده است. حالا یک تاش در آنجا. الو مرکز، تمام گروه در باستان چه بوده را خبر کنید. از باغ صدای تیرپرانی می آید. گروه در نزدیک بوده در حال به حرکت در آید. تمام راه های برآمد را بندید. استو، با کجا میگریزی؟ استو دخترک، تو در کجایی؟ دخترک، تو در کجایی؟ کجایی؟ ایستا اپرون. در وزارت کارهای خارجی یک قرار برآمده است. خبر داری؟ نه نمیدونم. تو را سفیر تعیین کردنی هستند. التماس نکنم. در کجا تعیین میکنند یک بار نمیپرسی؟ من گویم در جهنم. من از کجا دانم؟
اینجا بسیار قلاقلا بوده است. بیا می رویم. آدم ها چی؟ آنها چاره خودشان را میابند. رفتیم. اطاعت جناب. Ist silah atraparto polis. امک جان التماس مرا نپرانید. نترس شیرینه نترس. من امکت هستم. همهش تمام شد. بیا تو را به نزد بابایت میبرم. بیا با من. مایلش بیا. هپا. سردارم مرا قرضدار کردید. در دفترتان نوشته مانید. در دفتر جای نمانده است متاسفانه. با نزدی دادم بالید. این مراتب پولی نقد میگیریم. دخترک را به من ده. کو بس کن. بس کن گریه رو. همش گذشت. گریه نکن. نام تو چیست؟ نامت چیست؟ ایلای. به نزد بابایت میرویم. میرویم. یگید تو دستگیر شده ای. یگید تو خوب هستی؟ خوبم. او خوب است. تو چی؟ این کودک بسیار ترسیده است. عاقبت شما هم ترس خواهد شد. سردارم وزیر را نجات دادیم. نبیرش را نجات دادیم. پاداش کارمان همین است مگر؟ امینم که آقای وزیر به تو تشکر میگوید. نجیب سردار شما میدونید که یگید بیگناه است. قرار محکمه هست. به حبس میروی. باز این سوی قصر رو میدانستید و از امنیت پنهان کردید. این هم جنایت است. باز یک آدم دیگر در درون خوابیده است. او را کی کشت؟ در داخل کسی مرده است؟ آن آدم به فکرم از ترس مرده است. وقتی که من رسیدم وی مرده بود. بله این راست است. اینقدر تیر را کسی که خورد اگر از ترس نمرد هم از زخم میمرد. همه جای سوراخ شده است. در اینجا شمال عجایب حرکت میکند. شمال میوزد. بیا رفتیم. ثابت تو هم از قفای من. رفتیم. دخترکم جانکم دخترک من عذاب کشید. شکر خداوند. نبیره جانی من. بابا جان دادا جان. جانکم ای شکر خدا که یگان حادثه به تو روی نداد. من بسیار ترسیدم بابا جان. حالا خوب هستی؟ خوبم. این امک را من رو خلاص کردن. نمیدانم که با شما چگونه تشکر گویم. نبیرم را نجات دادید. جناب مرا نه. این رفیقان را تشکر کنید. آنها نبیرتان را نجات دادند. کی بودنتان را نمیدانم، اما با هر دویتان تشکر برای آنکه نبیرم را نجات دادید. هر کسی که میشد این کار را میکرد. نه این خیلی نیست. اکنون صف آنهایی که جان خودشان را به خطر میاندازند خیلی کم شده است. خداوند از شما راضی شود. خداوند از همه ما راضی باشد. جناب ممکن یک صورت بابا جان. مایلش. یک دقیقه. سردارم شما هم بیایید. با این سو بیایید. کیف و صفای آزاده را برآوردن گیر.
سردارم شما به من تنها یک روز مهلت دهید بیگناه بودنم را اثبات میکنم در دستم دلیل دارم باوری دارم که هست اما کار من نیست تو حالا دستگیر شده ای میدانم سردارم رفیقان سردارم شما اینقدر یک روید آخر من وطن را نجات دادم میفهمید چگونه به باوری شما دارویم فردا اگر یگان سنگ از آسمان به زمین نزدیک شود باز هم یاریگی لازم میشود با پای هنرت میگویم که به تو یک لباسی پردار دوزد مثل قهرمان میشوی بالهای سفید زیبا یگیتمن همین خیلی سردارم همین تر مگر درو تستر زودتر و درو زودتر ثابت تو همه هایی با ما تو رو تنها نمیگذاری کو زودتر کی بودنتون را نمیدونم اما به هر دویتون تشکر برای آنکه نبیرم را نجات دادید هر کسی که میشد این کار را میکرد نه این خیلی نیست اکنون سفیان هایی که جان خودشان را به خطر میاندازند خیلی کم شده است خداوند از شما راضی شود چیز گفتنیم یگان چیز نگویم به گمانم خوب میشد تپونچه رو به پیشانم گذاشت با خود گفتم که رهنا تمام عمرت همین قدر بوده است از ترس چشمم رو پوشیدم ناگهان صدای تیر برآمد اکای ممدو شیر بچه است ناگهان دیدم که ممدو ها اوچا در حقیقت مثل فیلم های عاشقی بوده است در لحظه آخرین ممدو رسیده اومد نباشد حالا در اینجا نمی بودم من یک چیز رو نفهمیدم که چخیل تو رو یافت نمیدونم سردارم عاشق است او عاشق است عاشقان همیشه هم دیگر رو مییابند اینجا جای تعجب نیست چه خیلی با خدا مثل فیلم هندی بوده است کودک راست میگوید این قصه شما 39 سلسله فیلم می شود من باشم نامش رو یافتم چه خیلی سلسله فیلم اپای هنر سلسله فیلم تلویزیونی ممدو و رهنا صبح خیر خداوند محبتتون رو زیاد کند صبح بخیر ماشاءالله در این بر وقتی سحر اینقدر خرسندید رهنا حادثه دیشب را نقل کرد واهمه نکنید اونقدر کاری مهم هم نبود بگو مانم که گویا یک خانم زیبا مرا جیغ میزند چی شد؟ چی خیل خانم؟ ممدو کنی بیا با تو کمی صحبت کنیم آمدم سردارم چی شد سردارم؟ خدا همش رو میفهمونه که چخیر شد رهنا رو چخیل یافتی؟ از استخبارات گرفتم سردارم برای چی پرسیدید؟ اما من خیلی فکر نمی کنم گوش کن اگر تو پیروی این جورت باشی من خیلی جوره ها رو میپرتایم نه سردارم یگون علاقه ندارد رهنا رو نجات داده کاری بد کردیم میدانه که اینها رو در نظر ندارم تنها میخوام دانم که وقتی که او رو نجات دادی یگون کاری خطا نکرده باشی راستش باری دیگر این خیلی کاری خطا کردن رو نمیخواهم سردارم آنجا گپ در سری حیات رهنا میرفت اگر در کار شود خطا هم میکنم آخرین مسئله زیستن یا مردن بود این سخنها رو پیش از یک کسی دیگر هم شنیده بودم عاقبتش بسیار تلخ شد تو پلیسی یگان کسی دیگر نه به خاطرت میارم من کاری راست بوده رو کردم سردارم نگران نباشید آنها درباره چی گپ میزده باشند اپای هنر به خدا نمیدونم از افتش اونقدر خوب نیستم اپا چی شد؟
میدونید که من امروز این کار رو انتخاب کردم. بابایم نمی‌آید. بخدا. ای بسیار خرسند شدم. در حال تیاری را کردن در کار. بسیار شدم. در سرم یک کسی دیگر است. تحمل دویمش را ندارم. دانسته گیر. یگان کار خطا نکردی. همین خیل؟ سردارم برای چی این خیل سخن میکنید؟ برای اون که بعد پشیمان نشوی. حیات کسی در خطر باشد فرقش نیست. نمیخواهم که غیر قانونی باشد. فهمیدی؟ یگان حادثه غیر قانونی را نمیخواهم. رعنا باشد یا این کلپرین فرقش نیست. شد سردارم تکرار نمیشود. وعده میدهم. نیازه با تو هم یگان بار همین خیل شده است؟ چی میشه سرکمیسر؟ گویا که حیات سپری شده از سر نو تکرار شده باشد. نه؟ صدقه خاطرات شوم نیازه. مگر ما 2 روز پیش به همین احوال گرفتار نشده بودیم؟ ها به خدا که راست. اما با جای آقای ثابت کلاموش خیری بود. از این سبب کم در فکرم پریشان شد. در مقاله ها بمب بر این خبر رو دیدید؟ چی شد؟ فنرباغچه غالب اومد. نه جانکم، بمب گفته باشیم هم اینقدر نه. با این رسم نگارید؟ رسمی عجایب بوده است. زیبا بوده است. خدا نصیبت کند. نه خیر، با اینش نگاه کنید. چشمایم پوشیده آمده است. چندان عجیب نیست. من فکر کردم که یگان خبری مهم است. شما را دیگر اینجا حبس نمیکنند. با این عکس نظر کنید میبرید. اکنون رفته به نجید سردار فهمان. اما نگران نباش نیازه. این مراتب کار را پخته کرده ایم. باز چیکار کردید؟ سمی گفتن این نابکار کمتر پس اینجا می شود. آدمی که به تو حمله کرد در دستتون است. تلفنت را ناآیان به من ده. مایلش ثابت چرا تو زمین را افلاس میکنی؟ گوش کن. تخم بریان خورده میخواهی؟ نه تشکر. از حساب دیگران چی؟ نه. اگر من صنعتی حجمی بساختم میلیونر میشدم. میلیونر. الو سردارم در کجایید؟ در تلویزیون درباره شما گام میزنند. در درونم خیری. در درون. مرا گوش کن. زود سمی را به اینجا بیار. مایلش خوراک خورده زود میآیم. خیری چی خیل خوراک. زود باش به تو میگویم. اما نهاری از همه خوراک فایده ناکترین روز است. خیری به تو گفتم که زودتر بیا زودتر، وگرنه از اینجا برایم خوراک را از بینیت میبرارم. خیر مایلش شوخی کردم. نموندن که نهاری را آدم بر این مزه کرده خورم. چی شد سویلای؟ با گمانم که ایگید سمی را دستگیر کرده است. دستگیر کرده است؟ کی؟ نمیدانم. با گمانم که دیشب. اکنون حاضر فهمیدم که چخیل مانعه عملیات های سوی قتل شدیم. حالا شنیدم که سمی رو آورده به امنیت می سپرند و یگید را آزاد میکنند. سمی ترسانچک باشد همش را به پلیس نقل میکنند. باید که یگان کار کنی پیکاس. مایلش تشکر. آن طرفش را من حل میکنم. به همه خبر ده که به اداره من بیایند. اطاعت جناب. یک خبری نو گرفتم. مسئله حیاتی است. برایم. فقط نمیخواهم که مثل دیشب ناموفق شویم. اینجا بیا. ایست مبدو. بیشتر روی ما نکن نابکار. وای جناب یک چی پرسم. با کجا می رویم؟ آماده شویم؟ همین ممدو سرکمیسر. خودت را چالاک و شار فکر کردی. حالا به دستم میافتی. چاکن زیری چاه می شود.
صبح بخیر قهرمان بینم. چه حال دارید؟ شما چه حال دارید؟ چلند؟ شکر خدا خوبیم. آمادگی برای برآمدن داشته. دیشب از سلاح مجید یگان ایز و پای نبر آمد. سردارم به شما نگفته بودم وقتی که من رسیدم او الکی مرده بود. وقتی که به بیمارخانه رفتی چی شد ثابت؟ تو یگان فکر داری؟ این حادثه به من یگان علاقه ندارد. من آن وقت در چمریچه در خانه یزنم بودم. یک روز می شود که هر دویتان برای این کاری کرده اتان جواب می گوید. سردارم از قانون گریخته نمی شود لیکن با دلیل های واقعی ما را دستگیر کنید. گوش کنید در حادثه سمی من گناهی ندارم. واقعا کمی پس خودش آمده همش را نقل می کند. انتظاریم کنی بینیم؟ جوره تو رو کم کم فهمیدن را سر کردم. چی شد دوستم؟ یگان چیز نی جوره جون. راگرد کنی نشین. از برای تو شده نهاری نکردم. هی صدقه تخم بریان شوی. هی مایلش اینجایی است. اگر خیری مجید رو به امنیت برد تنها با همین راه میبرد. آن راه باشد از ماست. جناب پیتزا آوردم شاید گرسنه باشید. جناب نمیخورید؟ با پنیر تیار شده شما دوست می‌دارید کو؟ این خواج دارد. نمیدانی که من خواج را دوست نمیدارم. گیرید این راز پیشم. چرا غمگینید جناب؟ کارهایمان خوب نیست. یگان ذره خوب نیست. این خیری ابله کجا شده؟ 2 ساعت باز کشمکش میکند. راستی من به او هیچ باور ندارم. نگران نباش البته رسیده می آید. نابکار. خدایا. خیر چه خیلی بوده است؟ در امنیت همش رو نقل میکنی. بعد راست به حبسخانه. بعد دوامش رو با تو گویم وقتی که سرت رو در بالش موندی بعد آدم های پیکس آمده تو رو پاره میکنن. ادامت را گیر. چی علامت کرد. اول باید فکر میکردی. باید با آن نوبکارها همکاری نمیکردی. برادر خب کن. گپ رو نمیفهمی ها؟ در سرم آتش ماندن اینقدر وزین نبود اما سخنهای تو. ایسا گوش کن. حالا اینها رو یک طرف ما کمی به خود آی. گوش کن. بود نبود یک سمی نوبکار بود. وای سمی با رزیلان همراه شده نوبکارتر شد. حاصل به تو نشان میدیم. آرامیست. با تو گفتم آرامیست گفتم. جناب خیری و سمی به طرف شما آمده ایستادند. مایلش خیری میاد همه جا بجا. ای آدم برین در جایت آرام شین نباشد بینیت رو میشکنم. دیوانه ای تو چی؟ پیش رو نگاه کن. بزنی ماشین رو بزنی. با دقت باش. بزن. خوبم یگون چیز نشده است. کنی بیا ببینم.
مرا شناختی ها؟ مرا شناختی؟ پیکاس؟ به امنیت میرفتید ها؟ در اونجا چی کار میکردید؟ کاری تو چی؟ با تو حسابات دیم؟ پس با کی حسابات میدیم؟ با کی؟ با کی؟ با کی؟ با کی؟ او را هم برید. چیکار میکنید؟ من سمی هستم نشناختید. تو هم خیز از جایت درا با درون. شاهدتان کجا شد؟ تا حال یگان کس نآمده است. چرا اینقدر سر و سیمه میشوید؟ با صبر و تحمل باشید. گپت رو دونسته زن. با آدم های نکته سنج مانندی نداره. عیبی او در چیست؟ به شما 15 دقیقه دیگر میدهم. بعد شما را راست به محکمه روان میکنم جناب یگیت. کجا شدی خیری؟ کجا شدی؟ زودتر باش، زودتر. من به تو نگفته بودم که این خیری از عهده کار نمیبراید. نگران نباش ثابت. او البته می آید. او مرا فریب نمیدهد. حتما می آید. در امنیت چی کار میکنی؟ یا با پلیس همه را نقل میکنی؟ چخل نقل کرده نکرد. دهانم را باز نکردم. همه چیز رو گفت. بلبل بریم میخوند. با ما گفت که وزیران رو میکشیم. همش رو به خدا نقل کرد. حق کن. دروغ میگوید. از قفای ما آمدند. یگان چیز رو به آنها نگفتم. میدانم که تو نگفتی شیر بچه من. تو بچه باوریناک هستی. با او باور میکنی یا با من؟ البته که تو رو باور میکنم سمی. این چه خیلی گپ است؟ به سرش پران. اگر خواهی من میپرانم. ای نوبکار. 5 دقیقه پیش یک جای تخم میپختیم. من خواب دیده ایستادم چی؟ نه برادر خواب نیست. خواب ندیده ایستاده ای. دهشت میبینی. حتی سیاهی میبینی. ها نه این سیاهی نیست. سیاهی آدم را پخش میکند آقای پیکاس. سیاهی مانند دیو آدم را بوخی میکند. بله. گپانگی نکن. تو چی ها میگویم؟ چی ها میگویی؟ تو چی؟ میخوایی که ما رو در اینجا پرونند ها؟ هر دویتان انیق. کلمات را عرضه کن خیری جان. بسم الله الرحمن الرحیم. جسدی در درون بوده رو میدانید چیکار کنید؟ خوب شده است. من به زیارت یک دوستم به امنیت میروم. چه خودتون تنها میروید؟ این شغل من است. این برنامه خصوصی من است. کوه را خودم سراغ کردم. به شعبه خودم واریز شدم. این برنامه را خودم تهیه کردم، نشان دادم. یک کار کردنی میشوی که در آخر نمیشود. همین خیل میموند. بالا با پسش. این پیکاس نیست؟ از آمدنش معلوم که بخیر نیست. سلام شیر بچه ها. سردارتان در همینجا؟ در درون بخیر است. چی شد؟ دوستم را یاد کردم. یک گفتم که چایش را نوشم. در گلویت در ماند. چگونه بریدن راه رازنها را یک بار از ما یاد گیر نجیب سردار. میم دارو جغزنید. سردارم شاهدی یگید نآمد. چیکار کنم؟ آنها را به محکمه روان کنم؟ سراسیمه نشو.
аз зафташон маълум ки ягон чизро медонанд. каме дигар интизор мешавем. сардора маро ҷиғ задед? чӣ гап шуд сардора? мемду дӯстат ба зиёратат омад. салом наҷиб сардор. дар ахбор дидам ки 2 амалиёти суиқасдро пешгирӣ кардед. офарин ба шумо. ин ватан бо шарофати шумо якбора ба низом даромад. барои табрик кардан омадам. қабул кардем. метавонӣ ки равӣ. ин қадар роҳи дароз омадам. як пиёла чой ҳам намедиҳӣ? фаҳмо ки ягон дарди дигар дорӣ. дорам. набошад барои чӣ ба ин ҷо оям? чӣ хеле мемдо? кӯбиё чӣ будани дардатро фаҳмем. خاموش است برادر. چند بار شد که زنگ بزنم جواب نمیدهد. دیوانه میشوم. خدا میداند حالا در کدام قبر است. اگر از ترس گریخته باشه چی؟ نه آنقدر ترسوی بد هم نیست. نه کجا گم شده باشد این خیریه؟ 1 ساعت شد که زنگ میزنم جواب نمیدهد. دیوانه میشوم. نیازی این را گیر. در حجرات محکم است؟ ولی محکم است. چی گپ داری گپ زن؟ نه کمی خواطر شدم برای همین. میدونی چی؟ میگویند که دیوار موش دارد موش گوش. راستی گپ این مقال را در زمان امروزه کمی دیگر کردند. مثلا چی خیل؟ مثلا امنیت گوش دارد و غیره. چی بودن این را میدانی نجیب سردار؟ کم چیزی به مانند حشرات است. بله هفته گذشته همه جا را دورو کرده بودیم. دیدم که این را در زیر میزم پنهان کردم. پس چرا این را به اینجا آوردی؟ برای اون که کمی کفتکاو کردم. فهمیدم که مال امنیت بود. از در را به یادم آخری نمان آمد نجیب. همان روزی که ممدو سرکمیسر کمی در قهر بود. گفتم که شاید از دست شما افتیده باشد. اگر تو از ما شبهه داشته باشی که تو رو در غیب گوش میکنیم، فراموش نکن که ما این خیل کارا نمیکنیم. آرام شو. من هم میدونم که نکرده اید. انسان باز در شبهه می افتد نجیب. بفیر من خطا کردم. اگر مثل تو بر این پلیس قانونی دست به این کاری مخفی زند، رسانه ها شما را راحت نمیمانند. دادستان ها در حال به حرکت می درآیند. این کار مرا بسیار غمگین میکند نجیب. میفهمی؟ سردارم من با یگید مشغول میشوم. کاری محکمه رو سر کنم. مایلش ما این را میبینیم. اصفا این کار شده کفتکاو میکنیم. اگر این تجهیزات به شما تعلق داشته باشد، تمام کفتکاوهای تا به امروز کردهتان ضرر میبیند. این کار ماست پیکس. با کارهای حرامی زیاد سر و کار میگیریم. همیشه در بین این لایه هستیم. برای این چقدری که با دقت شوی در این لایه چل حتما آلوده میشوی. صحیفه های روزنامه را پیش بینی میکنم. نجیب سردار برای گوش کردن غیر قانونی از وظیفه‌اش آزاد کرده شد. این کار به نجیب سردار تعلق ندارد. همین خیلی پس به کی تعلق دارد؟ مثل آن که تو میدانسته باشی.
نمیدانم، اما امین میدانم که با تو یکون دخل ندارد. راست میمدو رانا چی خیل است؟ شنیدم که نجات یافته است. راستش یک پلیس قهرمان او را خلاص کرده است. عجبا جای او را چی خیل فهمیدی؟ مراق انگیز است. مرا گوش کن. ممدو هرگز نام او را به زبانت نگیر. مرا شنیدی؟ ممدو آرام شو. این چه رفتار است؟ شما همین خیل مهمانداری میکنید نجیب سردار؟ ممدو تو با بیرون برو. به این هم در اینجا ایستادن نیتی گوش کردن او را ندارم. اینک جنابان تقدیرتان همین بوده است. با گمانم که آدم های باوری ناکتان نیست شدند. دستایشان را بندید. سردارم اینها بیگانه نیستند، نیتی گریختن ندارند. چیزی که گفتم آن را اجرا کنید. قانون برای همه یک است. دستهایمان را بند تا پرر ببند. اپای سیویلایت را به غضب نیار. بخشش سردار خانم. میبخشی سرکمیسر. هیچ غم نه، همش میگذرد. یک دقیقه اجازت هست نجیب سردار رو ببینیم. حالا مشغول می باشند. با شما سر و کار گرفته نمی توانند. مهمانی قدردان دارند. اجازه دهید 2 دقیقه بخوریم. نمی شود. گوش کن. وقتی که از اینجا برآمدم به همه جواب میدهی. مأموری سری وظیفه رو تهدید میکنی ها؟ خیر. چی شده است؟ سرکمیسر با او بسیار گپ نزنید. یکی بس کن بیا رفتیم. در اینجا هیچ چیز نیست. این چیست؟ مرده است. جناب مامور چی شد آن وقت؟ چی داد میزنی؟ بیاز برای خدا یک بار اینجا بیا. یک جسد یافت شد. چی واقع شد آمد؟ در اینجا جسد از جناب مامور. در اینجا ایستید. مایلش خوب شده است. نجیب اکنون به من اجازت. اختیارات آقای پیکاس. همیشه انتظارات هستیم. اگر یادت کردیم با زور آمده میگیریم تو رو. نگران نشو. شوخی خوب کردی نجیب، لیکن این را خوب بفهم. کنا وقتی خودم می آیم باز با خواستی خودم برآمده می روم. من با اختیار خود نه، بلکه تسلیم تقدیر میکنم. تو باز دید. این خط رو خط تقدیر میگویند، میدونی؟ کدامش رو؟ آن این کوتاهش رو. سلامت باش. سلامت باشی. چایتان کهنه بوده است. چای گفته برگ را دم کردید نجیب. به شما از چای دزدی که برای خودم گرفتم روانه میکنم. معلوم که چای دزدی رو منوشید. نه، در کار نیست. از گلوی ما نمیگذارد. نجیب تو را در حقیقت دوست میدارم. من تو رو انشالله که این کار با تو یگان علاقه ندارد ممدو. بیا. سردارم زود باشید. چی شد؟ در پرده گفت یک جسد است. چه جسد؟ یک آدم شینو سردارم. مرحمت. میبینم که یگید به امنیت برگشته است. بخشیش بندی دستت را ندیدم.
ناکس تو در اینجا چیکار میکنی؟ با نجیب سردار درباره تو گپ زدیم. شکایتی تو را فقط کرد. گفتم که او را من هم آدم کردن من نتوانستم. تو را پاره میکنم. تو رزیلی خونخوار را پاره میکنم. من روز تو را میکشم. میکشم تو را. مرا سادیت. من او را میکشم. من چند سالی که خواهد دادن گیره. در اینجا چی کار شد؟ چی خیلی که امروز همه در غضبند نجیب سردار. سردارم در کجا بودید؟ مرا میبرند. کمی صبر کنیم. کمتر پس سمی اینجا میآید. خیرو ارا میآید. سمی میآید؟ بله. بیا من تو رو به نزد سمی میبرم. آنا در همه جا سر یک لحظه. خوب کنیم شو. رفیقان اجازه دید. سامی